سلام، امروز اومدیم با آموزش دانلود و نصب OBS استودیو از سایت خودش و از سایت صاف 98. بزن بریم که ویدیو ببینیم. خب اینجا خواستیم OBS استودیو رو برای از سایت خود OBS دانلود کنیم. اینجا به لیست میکنیم OBS اینجا با بخش دانلود کلیک میکنیم و میتونیم اینجا دانلود اینستالر که بزنیم فایل شروع میکنه و این فایل برامون شروع میکنه به دانلود. و میخوایم از سایت صاف 98 چون که سایت OBS استودیو برای بعضی از کاربرا فیلتره، برای بعضیش هم فیلتر نیست. ولی نصبش اینجا می‌نویسیم صاف 98 واردش میشیم. اینجا بخش سرچش OBS رو سرچ میکنیم که اینجا پیداش میکنیم. ثبت میکنیم که OBS رو بیاره و در اینترنت و اینجا میتونیم به ورژن سیستم اگه مک دارید نصب کنید 64 بیت 32 بیت ورژن جدیدش و ورژن قدیمیش. اینجا سیستم مورد نیازتون رو گفته و شاید که آپدیتی که داخل صاف 98 هست قدیمی تر از ورژنی باشه که داخل خود سایتش از ممکنه بعضی از سایت ها رو برای استریمرها پشتیبانی نکنه و یا متصل نشه به اکانت و من پیشنهاد میکنم که حتما از سایت خود OBS نصب کنید که به مشکلی بر نخورید. خب اینجا فایل که دانلود کردیم از یا فایل بازش میکنیم یا یس رو میزنیم. اینجا توضیحات داده نیکس رو میزنیم. حالا من یه بار نصب داشتم، بعدش مرحله‌ای که فضای نصب و محل ذخیره رو براتون میاره ترجیح میدم که تغییرش ندیم که ممکنه شاید تنظیماتش به هم بخوره و نیکست رو میزنید و بعدش شروع میکنه به دانلود. ترجیحاً هنگامی که برنامه رو دانلود میکنید نتتون رو قطع کنید که به مشکلی بر نخورید. و یه نکته اضافه اینجا اگه خواستین از طریق اینستالرش نصب نکنید میتونید به صورت فایل زیپ خود مایکروسافت استور و داخل گیت هاب هم برنامه رو نصب کنید. ممنون از اینکه ویدیوی ما رو دیدید و حتما کانال ما رو ساب کنید و ویدیو رو لایک کنید و کامنت انگلیسی یادتون نره.